تنها صداست که میماند. گنج شایگان از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. دلیر نظروف و مبارکشاه میرزا شایف، دو سراینده نامدار، دو دوست دیرینه و دو همکار. در این برنامه ما دلیر خاطره هایش را درباره مبارکشاه نقل می کند. این صحبت باید گفت هفته پس از درگذشت مبارکشاه ثبت شده است. همکار ما گلبهار مرادی تلاش کرده است به شنوندگان امکان دهد که مبارکشاه را از چشم دلیر نظروف بینند. بسیار صحبت دلنشین و دلگداز است. دلیر که ذاتاً یک انسانی راست قول و راستگوی است، چیزهایی را میگوید که نه تنها در زبان بلکه در دلشند. موضوع هم مشکل است. شخصیت مبارکشاه، آوازخوان نادر و با استعدادی که سال 2001 در سن 40 سالگی از بیماری شش درگذشت. زمانی درگذشت که از دلیر و دسته موسیقی او جدا شده بود و در بین آنها دوری افتاده. این دوری سبب آوازه های گوناگون و حتی بعضی تهمت ها و گپ و کلاچه ها گشته بود. اگر این صحبت را گوش کنید خواهید دریافت که اصلی مسئله ها چی بود. این صحبت همچنین دلیل آن است که بایگانی رادیو آزادی نه تنها از ثبت برنامه و گزارش های عبارت است که پخش شده‌اند، بلکه پر از ثبت های خامکی است. منظور ثبت های برای تمرین یا صحبت های درازی که برای برنامه یا گزارش تنها چند جمله آنها استفاده شده، بقیه آن یا نکات مهمش به طور عمومی از جانب خبرنگار ذکر گشته‌اند. انتخاب ما سر این نوار از آنجاست که 19 آگوست زادروز مبارکشاه بود و 8 سپتامبر زادروز دلیر است. به هر دو و همه مخلصان آنها مبارک باد. اینک این صحبت. نه سال و نه روز است، نه عموما من زندگی هم رو حساب نمی کنم، لیکن میتونم گفتن که از آن لحظه که من با وی شناس شدم، من یگانه خلاصه برآوردم که من روز شناس شدم با اون گویا که ما 100,000 سال با هم بودیم و شناس بودیم و همین خیلی و تخمینا شاید که سالهای 88 یا 87 باشد. چی خاطرات رنگین دارید از همین همکاری های خودتون با همین که مبارکشاه؟ خیلی اول اون که هنری بلند خدا داده که اون رویه‌ای که او داشت، اون موسیقی هایی که آوازش میتونست با ما چیز قصه میکرد، این چیز ناتکرار است. ولی من شاید که بسیارتر درباره این چیز میدانم، چون که ما باز غیر از برآمد و ثبت ما بسیار کار کردیم و لحظه هایی بودن که اونا در نوار نیستند، در تایپ نیستند، فقط در قلب ما جاویدان هستند. و میدونم که اون چیزی که اون هنری که مبارکشاه داشت، این خیلی هنری پرقوت و برقوت بود که با واسطه این هنر همه چی آباد میشد، همه چی گلاش میشکفتند و دل آدما یک لحظه ای که از آواز مبارکشاه تاثیر به ما میکرد، گویا که یک و یک بار ما در یک جای میرسیدیم که از آن تولد یافتیم. گویا که بازگشت با وطن در آن معنا نه که مثلا جنگ و دور و غریبی و این نه، عموما گویا که ما با اساس خود برگشتیم. یک صدای چشمه خرد میده تازه که آبی تازه ترین در دنیا دارد، این آواز مبارکشاه بود. همین ما حس کردم که عموما در نمود اولین در اون لحظه‌ای که اول ما خوردیم، آدم عادی عموما عادی ترین آدم که مانند به هزاران است، لیکن وقتی که هنرش میبرامد در آن لحظه آدم میفهمید که این شخص تنها همین خیلی یک و یگانه است. همین یک چیزی که ما حس کردیم و عموما آن که از روی هنرش او خیلی تیز همه چیز یاد گرفت. عموما برای او اونقدر هم ضرور نبود چیزی یاد گرفتن، لیکن هنر سبک، هنری که عذاب نکشید در چیز رساندن، چیز خواندن، اونقدر مهنت کلان هم طلب نبود برای آن که خودش رساند. یکی آسان عموما گفتنی هم که یک هنری خدا داده، نه از روی مهنت کلان ولی از یک آزادی جان، آزادی دل، یک مانند
از همه چیزی مثالی که فقط به سرم میآید این صدای چشمه که گویا که در آن جایی که ما همه آدمیزاد تولد یافت، یک اساس خیلی دیرینه که به یاد میآید به واسطه آن آواز. تشکر زیاد. از رفت صحبت شما من فهمیدم که مبارک شو یگان دانشگاه موسیقی ختم نکرده است، همینطور است یا که ختم کرده است؟ نه، ختم نکرد. رنگی منم ختم نکردم، ولی عموما من البته که اگر یگان مکتب میخوند، مکتب موسیقی نم شاید که هنر او رو باز بلندتر نشان میداد، لیکن عموما آن رویه عادی که او داشت، رویه فهمو برای همه، شاید که ضرورم نبود که یگان مکتب او میخوند. درست است، خیلی هم صمیمی می‌سراید. و چیز دیگه که میخواستم پرسم این است که همین وقتی که شما هم آهنگ ایجاد میکنید یا که مبارک شو آهنگ ایجاد میکرد یا که سرود میآفرید، اینا شما همراه میآفریدید یا که در علاهیدگی؟ چطور بود همین همکاری های شما؟ عموما در وقتی که ما همراه کار میکردیم، البته که اولا کسی یک گپ میزد یا که یگان صدا پیدا میکرد از گیتار یا که از آواز، اما لحظه پس از آن لحظه عمومی بود که در آن همه برادرایی که در گروه ما هستن همشون همکاری میکردن و در آخرش خیلی دشوار بود گفتن که این عموما آهنگ و اساس کی بود. این خرسندی و خوشبختی ما بود در یک و یگانگی و آن لحظه که مثلا اون چیزی که مثلا میتونست قصه میکرد با ما مبارک شد، چیزی که به دلش رسید از طبیعت یا که از زندگی یا که اومد از یک چیز، او البته که جواب پیدا میکرد در دل ما و ما همراه کار میکردیم. بعضی وقتا میشد که از من سر میشد، بعضی وقتا از وای سر میشد. البته که کار آسان نبود، کار دشوار بود البته، چون که بود وقت که الهامی سخت داشتیم، الهامی می آمد که روز به روز کار میکردیم، لیکن وقتا می بود که ماها میگذشت که ما یگان چی نتونستیم، نه فقط خوندم ولی با هم دیگر گفتن. این یک دشواری اومن همکاری و دشواری جستجوی یک چیز نو پیدا کردن، این البته همه وقت دشوار است. تشکر زیاد. لیکن خود همچون شخص خیلی شخصی که قوای کلان داشت، اومن در جوش نمیشیشت، دائم در حرکت می بود. گویا که همه آهنگای و همه سرودایی که او میخواند، این در آن وقتی که کمی از دوادر ایسو به اوسو او استراحت میکرد. گویا که این یک کار مخصوص نبود، یک کار سبک و آسان. چیزی دیگر که میخواستم پرسم این است که وقتی که مبارک شو سرود می آفرید یا که مثلا گویم آهنگ می آفرید، در اساس کدام موسیقی که با کدام موسیقی بیشتر مایل میکرد یا که با کدام موسیقی بیشتر تکیه میکرد؟ بعداً هم وای با موسیقی پاپ غرب مثلا مایل داشت یا کدام سراینده های موسیقی پاپ غرب رو دوست می داشت یا که کدام گروه ها گوش میکرد یا که توجه داشت به این گروه ها؟ عموما راستش گویا من نه قدر خبر دارم از آن که او بسیار گوش میکرد این چیزها رو، اهمیت داد به این یا نه، لیکن من میدانم که هر آهنگی که او پیدا میکرد یا که از سرودای ظاهر ویدا میخواند یا که از سرودای احمد ظاهر چیزی میخواند، در اجرای مبارک شو یک سرود نو پیدا میشد. اون سرود شناخته‌ای که ما دائما شنیده بودیم از خواننده های بزرگی که ما داریم، در اجرای مبارک شو یک چیز نو پیدا میشد که او در درونش هم غرب و هم شرق و همه چی بود. گویا که او روز به روز همه چیز گوش میکند، انالیز میگذارد همه طرف. اومد گفتنی هم که اساسی هنر مبارک شو این بود، در من نمیدونم چه خیلی گویم با تاجیکی، این یک تانکیسکوس با زبان روسی. او هر لحظه اسم میکرد که چی او میتواند کردن و چی نمیتواند، چی به او میزیبد و چی نمیزیبد، نه از روی حساب نه از روی فکر، ولی از آن حسیاتی که از خدا او داشت. و اومد ضرورم برای او نبود که بسیار چیزا گوش میکرد، لیکن اومد تو کدام چندی که من میدونم بسیار او داشت دوست میداشت خواندن فردی مرکوری از گروه کوین. بله میشناسید؟ بله البته میشناسم. امروز تا آخرین لحظه ها با فکرم مبارک شو همراه گروه شما بود، همین طور است؟
عموما من گفتنیم که حاضر هم است با ما، چون که در بین مطربای و موسیقیچو مرگ نیست و چه خیلی که در بین آدم میگن که در خاطر باید داشته باشیم دائما نامش. در بین ما یگان کس از دنیا نمیرود، چون که عموما پیشروی ما، کار ما، هر لحظه که ما بسیار برادرای که در گروه ما بودن از این دنیا رفتن، ولی اونا از این دنیا رفتن از روی اون که مثلا در کدام جای منزلشان است، در کدام جایی که میگوین که انا همین خیلی آدم بود از دنیا رفت، لیکن ما تماما درباره این همه ناموی آنها، همه هر یکی آنها جاویدان برای ماست. چون که اگر ما با مرگ باوری میکردیم، ما امروز هیچ کار کردن و هیچ آرزو کردن و هیچ در دل ما یگان قطره عشق نمی بود. لیکن خود جان، خود روی رفتگان اون برادران آنها جا در قلب ما پیدا کردن و با واسطه دستی ما، با واسطه آوازی ما، با واسطه آن چیزی که ما داریم در این دنیا، آنها خودشان میتونن رساندن به آن شنوندگان، آن آدمانی که آنها را دوست داشتن و ما کوشش میکنیم که نامشان دائما زنده باشد. و چندی هم وقتای آخرین، سالهای آخرین ما اونقدر همکاری نکردیم از بسیار سببها که خودی مبارک شام خواست که خودش رای خودش پیدا کند و از روی آن که منم بسیارتر در کینو کار میکردم و من در دیگر جا بودم و در دیگر جا بود، لیکن من گفتنی که من خودم یکی از مخلصای هنری مبارک شو بودم، چه خیلی که او هم به من میگفت که او دائم مخلصی من بود و دائم تشنه بود که من یک چیزی نو پیدا کنم، چیزی به او بخوانم و این را منم دائم حس میکردم، چون که من میدونستم که از آن لحظه ای که من باز یک چیزی نو از او میشنوم، باز یک قوی کلون نو در درون من پیدا میشد که من بازم بلند و بازم کشودتر و بازم آزادتر میشم. تشکر زیاد. آیا گفته میتوانید که عموما مبارک شو چند یا که چقدر اثرهای موسیقی آفریده است؟ مثلا سرود گوییم یا که آهنگ گوییم در علاهیدگی، همین شما گفته میتونید یا نه؟ در راستی گپ نمیتونم گفتن، چون که من حساب نکردم، ولی میدونم که اومد بسیار سرودایی که آن سرودایی که برای همه شناس هستند عموما امو سرودا، لیکن بسیار سرودایی که ما همکاری کردیم لیکن تا آخر آنها رو نرساندیم و اومد این یک شخصی بود که چیزی اگر میشنید چیزی نو به او تاثیر میکرد، البته که یگان آهنگ پیدا میشد، یک آهنگ عجیب که گویا که مانند با همه آهنگ است، لیکن اومد یگان چیزی که مانند است یافتن ممکن نیست، یگان قطره چیزی که به همه مانند لیکن یگان چی به او مانند نیست. شما گفتید که سالهای من افسوس که حساب نکردم، این کار آسان است حساب کردن، گرفتن CD و حساب کردن. تشکر. چیز دیگر که میخواستم فهمم، شما گفتید که سالهای آخر یعنی شما همراه نبودید، با همکاری نداشتید، آیا وای گروه خودش داشت و یگان نمیدونم سازمان خودش داشت؟ می خیلی که گروهش یگان نام داشت، اگر معلومات میدادید برای من خوبتر میشد، برای اینکه من معلومات ندارم در این باره. او خودش کوشش میکرد که رای خودش پیدا کند و اومد گروه نام نداشت، نامش بود گروه مبارک شو و مومند اگر من 100 بار افسوس میخورم که مومند این گروه کار میکرد در عروسی و در آنقدر یک اون چیزی که می ارزید هنر بلند مبارک شو خودش نشان نداد در آن وقت، چون که پس از آن که ما کار میکردیم و دور از همدیگر شدیم، اومد در این محیط و شرایطی که وطن ما بود کمی نه فقط ما پاره شدیم ولی خودی اونارم پاره شد رفت و بعد هر کس کوشش میکرد که با واسطه رای خودش چیزی پیدا کند، چون که اصلا در این دنیا درویشان و در دنیا اصلا اومد ارتیستان که در صحنه برآمد میکنند، اومد اون از قسم آنها می بود که حقیقتا او خواهش میکرد که در صحنه باشد، ارتیست باشد، یک در جستجوی درونی و یک جستجوی کیهانی این فکرها اونقدر در این خیلی گویم من بسیار اومد موسیقی رو همچون راه قبول میکنم، با واسطه این راه من باید چیزی در این زندگی پیدا کنم، یک فهمیش نو، لیکن خودی برآمد کردن سرود خواندن برای من شرط کلان نیست، این همچون یک راه علم است، یک راه
نه مثلا از روی نوت و چیز، لیکن یک این تصوری درباره زندگی و نه هر کس این نزدیک است و نه هر صنعتکار که با من کار میکرد راضی بود با این نقطه نظر من، چون که زندگی مجبور میکند کار کردن، چیزی پیدا کردن و نه هر کس این دوست میذارد. ولی در عموما همچون برادر ما دویم برادر بودیم و در عموما در اون وقتی که از روزی اول تا امروز وقت گذشت ما هم روزای خرسند داشتیم و هم روزای بد داشتیم، هم فکر بودیم، هم جدا بودیم. من حساب میکنم که این چیز غیر عادی نیست، چون که مبارک شو هنری بلند داشت و هنرش او رو مثلا آرام نماند. در یک لحظه او بود یک فرشته، در یک لحظه باز یک چیزی که مانندی با گویم شیطان این مانند نیست، چیل میگن در روسی دیمن، چیزی که در دلش داشت راست میگفت، اما گپ چیزی که میخواست و همونا میکرد، دو فکره نبود، با او چیزی که باوری میکرد همونا میگفت و یک روز میتونست که با من جنگ میکرد از دل و جان، روز دیگر میامد و از دل و جان عذر میپرسید با عشق. تا اون درجه شخصی که پره زندگیش را میگذراند. تشکر. چیزی دیگر میخواستم فهمم که و عموما شما چند وقت در مهاجرت بودید، در غربت بودید و مبارک شو هم در غربت بود آیا؟ او بود یک وقت بود که من در آلماتا بودم با ما یک سال، 1.5 سال و هم در همونجا ممکن 2 سال وای با گروه هر گروهی که با او کار میکردم بچه ها نام از حساب بچه هایی که در گروه ما هستن. ما عموما یک گروه کلان که امروز هم هستیم، نه شرطان است که ما یک جای برآمد کنیم، لیکن همه گویا که مطربایی که از یک مکتب برآمدگی، از یک همفکران و وای با دو نفر دیگر کار میکرد در یک جای دیگر، ما در جای دیگر کار میکردیم و چون که اونجا شرایط نبود که با همراه کار کنیم. خب دلیر یک چیز دیگر میخواستم از شما پرسم، اینم چی است؟ فعلا رفت از یادم رفت چیز. نه میخواستم چیز کنم که شما همون درباره اشخاصی که حالا گفتید که همراه گروه شما بودند و بعدا رفتن، مشد این درباره ایمت شو و فکرم و همه خیلی است با دیگرها، اگر همین نامبر میکردید حاضر برای من وقتی که من چیز میکنم برنامه جون دوالش که از دنیا رفت توهیر پالایف که فرزندی بسیار هنرمندی کلان در تاجیکستان اوستا مستا بودن، این پسر مستا بود و دویمش که از دنیا رفتین زین الله خزبیولین، اینم خیلی همه هنرمندای که هنرشون خیلی بلند بود. سوم این خرما شیرین و که با او ما کار کردیم، شخصی مشهور. بعد محسود شوی مچوف که با هنری بلندی او بسیار سرودا آفریده شدن، بسیار سرودا به نوار رسیدن و بسیار چیزای فکری های و رویه های نو پیدا شدن با واسطه هنر او. و فیروز خلیلوف که یکی از اومند ارنجروفشیکای من میتونم گفتن که شخصی که اومند هنری بلندترین داشت با واسطه او رنگ و رنگی سرودهای ما بوی شده ماندن و اومند در وقتی که ما همراه کار میکردیم سرودای زیباگی، سرودای مبارک شو عموما از دست فیروز زیباگیشان رو پیدا کردن، از هنر فیروز که او هم انا رحمتی است و انا مبارک شو خودی مبارک شو. در ایقا که گفتگو در همین جا قطع می شود و احتمالاً خداحافظی بدون ثبت صورت گرفته است، اما همین مصاحبه کافی است که شما نه تنها درباره مبارک شو اطلاع زیاد به دست آورید، همچنین درباره شخصیت و خصلت و انسانیت دلیر نظروف که به دوستی خود و همکار خود چگونه بها می دهد. پایان پادکست گنج شایگان. خدا نگهدار. در راه هستید مهمانی یا در جای کار علاجه خواندن ندارید، امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.